آب و تاب میدهند. آدمانی دلیر شخصانی چست و چالاک، ناترس، جسور و با قوتند، چون که آنها همیشه به ورزش مشغولند. بدنشون رو آب و تاب میدهند. آب و تاب. دلیران از کارهای دشوار نمی ترسند. تو پلنگ؟ تو پلنگ. لبای وقتی اخیران اهمیت دادستم یک کاری تده من حیران شدیسم. علمی که بچم برای چی وقتهای اخیران اهمیت میتونم تو بسیارتر گوش میکنی و دیگه تماما کم گپ میزنی. این سرش در چیه بچه هم؟ سیرش ها آدم چند گوش داره؟ دوتا دوتا. چند زبان داره؟ یک تا اندیدی چند گوش داره آدم؟ دوتا زبان چی؟ یک تا زبان ایجاد کردن در کار.